خدمات علاقه تاجیکستان با وجود انتظاری های ده ها هزار نفر ساکنان کشور چی در داخل و چی در خارج تاجیکستان آید به مسئله قطع شدن، یعنی قسما قطع شدن مسنجر وایبر به طور رسمی اطلاعی ندادن، اما در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفتند که آنها علاقه آوازی و ویدیویی این را قطع کردند، اما ساکنان می توانند که به طور کتبی به هم دیگر مکاتبه داشته باشند. آنها گفتند که مسنجرها، پیام رسان‌های دیگر به مثل واتس اپ و ایما همچنان فعال هستند و مورد بهره برداری قرار دارند. با اینکه خدمات علاقه تاجیکستان به طور رسمی در رابطه با قسما قطع شدن وایبر اظهار نظر نمی کند، ولی کاربران شبکه‌های اجتماعی اینترنتی علاقه به یکدیگر دست یاری دراز کردند و برنامه‌های صدچکن را پیشنهاد کردند. از جمله امروز یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رستم گلوف یکی از برنامه تار را برای کاربران اجتماعی، یعنی شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد کرد و امروز یک نماینده کمیسیون مخصوص حکومت تاجیکستان آید به مسئله NGN، علاقه تلفنی NGN، برای آزادی گفت که آنها تا زمانی که مسئله NGN را پوره و همه‌جانبه بررسی نکنند و خلاصه برآوری نکنند، آنها به مسئله مسنجر پیام رسان‌ها دست نخواهند زد.